مگر من نگفتم که بین هیچ ایرانی، دو ایرانی تفاوتی نیست، یا بنا باشد یا کارگر باشد یا زارع باشد یا کاسب باشد، با بالاترین مقام دولتی که نخست وزیر مملکت باشد، هیچ فرقی نیست مگر فرقی که در شغلشون هست. یکی این که نصیحت از من برای آماده شدن به عبور از مرزهای تمدن بزرگ، برای آماده شدن به این که در زمره ملل زنده و مترقی دنیا باشید، از کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشکده برید دنبال درس خواندن.